فرشته اون روز یاد نه که چیم طرف دفتر می آمدیم یک چی شد نه مشکل پیش آمد. چی مشکل؟ ما خود متوجه نبودم. یادت رفته؟ یادم آمد. اشاره ترافیکی بود نه باز دموترم که سرش بس کردیم. یک چیز جالب دیگه است که وقتی که اشاره که سرخ میشه نه باید موترها استاپ شون. پیاده رو اشاره که سبز میشه موترها باید حرکت کنن و زردم آماده حرکت و استارت شدن است. مگه میگه هیچ کدامش اولی نمیشه. وقتی که سرخ بود هم موتر حرکت میکنه و هم پیاده رو مثل موتر حرکت میکنن. یعنی توقف نمیکنن. بازی چی مشکل داره؟ اون روز خب ما خودت دیدیم نه که در موجه اتفاق هم افتید. به خاطر اینمی اشاره ترافیکی بود که رعایت نمیکنن. به خاطر امی حادثه خریب بود یک تفلک زیر موتر شوه. باز خب قریب یعنی قدر موتر سرعتش تیز بود متوجه اشاره ترافیکی هم نبود. سرعتش تیز بود. این تفلک هم بچنان شدت از سرک تیر می شد که هیچ چهار طرف خدا نمیدید که این طرفش موتر است یا این طرفش. خب خدا نگاش که دیگه گنی موتر زده بودش. اگر این نکته را درایورای ما رعایت نمیکنن پس لطفا شهروندای ما رعایت کنن و اگر شهروندای ما ازش بیخبر می باشن یا کسایی که سر جلو است متوجه گپ باشن. خیلی سلسله از یک سوال دارم. امی کسایی که کاکا ترافیکایی که اونجا هستن اونا چی وظیفه دارن؟ خب تا چه وقت دیگه ترافیک بالای سرشان باشه؟ کم خود آدم هم کوشش میکنه که نه ترافیک یعنی نه خب باشه. من نگفتم که 24 ساعت باشه یعنی به خاطر راهنمایی کردن خواهد حداقل این کسایی که از شهرهای دیگه میآین یعنی از ولایت دیگه میآین نمیفهمن. خب خیر دیگه روز که ما خودت دواندی باز متوجه اشاره ترافیکی می باشیم صحیحه بریم حالا که وقت ما شده طرف خانه. یک چیز دیگه میفهمی دمی جایی که ما شیشتیم دیشب برنامه یادم رفته بود دیشب برنامه اصلا یکی از مجریاش خودت هم بودی یعنی یادت نامد. دیدی؟ یلدا بود نه؟ بسیار مقبول شده بود. بسیار برنامه جذاب بود.